محله توردی ناحیه رودکی در 7 کیلومتری دوشنبه. به گفته ساکنانش 3 روز است که شبانه چند ساعت برق خاموش می شود. شب ساعت 10 میمورد میکشن و پگوی ساعت 5 هم خیلی بگیرون میشن. زنگ میزنه میگن که خیلی اول شدگی این شدگی و شدگی خیلی چی بخونه میشه. قطع نیروی برق در تیر ماه زمستان برای ساکنان تاجیکستان چیزی غیر مقرری نیست، اما امسال نبود برق در روزهای سرمای قهرتان زندگی ساکنان را سخت کرده است. بعضی خواجگی ها هستن انگیش نداره، بعضی از که سوزشواری نداره. همین سبب گرم شویش همین برق دیگه هیچی. یا که یک چای میمونه یا خوراک میپزه، این خیلی کارا داره دیگه هیچی. خیلی اگه خیلیش انگیش نداره، یا خیلیش هیزم نداره، یا خیلیش ناخونه همینو در از او بیافته. شکایت ها از بی‌برقی تقریبا از همه منطقه‌های تاجیکستان صدا می‌دهد بجز از بدخشان. ساکنان در شبکه‌های اجتماعی نوشتند صرف نظر از دستور رئیس جمهور در انتقال برق محدودیت جاری شده است. روز 11 ینور با آمدن سرمای سخت، شرکت برق تاجیک اعلان کرد که محدودیت برق از میان برداشته شد. یک مسئول اداره برق در ناحیه رودکی در صحبت بدون میکروفون گفت برق با سپارش بالا قطع می شود، اما شرکت برق تاجیک شبکه‌های انتقال و هم شبکه تقسیمات برق درباره دوباره جاری شدن لیمیت در کشور هنوز رسما چیزی نگفتند. تلاش‌های ما برای گرفتن نظر از این شرکت‌ها تا این دم بی نتیجه بود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان وعده داده است که خاتمه دادن به بحران انرژی و تامین منظم مردم با نیروی برق یکی از اولویت‌های کارش است. اما با گذشت سالها مردم همچنان از کمبود نیروی برق تنقیصی و عذاب میکشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.